و علیکم السلام و رحمت الله. شما صحتمند باشین. آیا خرید و فروش سگ حرام است؟ توضیح دهید. دوست عزیز، و فکر میکنم که کدام صدای در همه صفحات از یک بیعقل سلف نما پخش شده بود که سر امام صاحب یگان چیزایی را اعتراض کرده بود، سر حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه، که حدیث نبی علیه الصلاه والسلام میگه که فروش سگ حرام است و ان من السحت لثمن الکلبی. و اونجا میگه امام شما میگه که فلان 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 کتاب نوشته کرده که خرید و فروش سگ جایز است. شاید امیر شنیده باشه. او بیعقل به رشته دار برسانین که اول تو از مذهب امام صاحب باخبر شو، یک 4 روز شاگردی در مذهب احناف بکو، بعد از او باز اعتراض کو سرش. این اعتراض را یک خوارج در زمان حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه، استاد المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، این لقب حضرت عبدالله ابن مبارک است. و این لقب هم لقب، یعنی یک کس دو کس نه، حتی ابن تیمیه هم در کتابش نوشته کرده که بله، حضرت عبدالله ابن مبارک این لقب را داشت که امیر المؤمنین در حدیث گفته شده. از استادان امام بخاری است، امام مسلم است، دیگه کتابای مثال حدیث را ببینید که عبدالله بن مبارک صاحب از جمله استادانشان هستند. از حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه کس پرسان کرد، گفت که بیار بر ما چند تا رای در این رابطه. گفت یک چند تا از آرای امام ابو حنیفه بیار. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه گفت آرای ابو حنیفه نگو، تفسیر حدیث بگو. چرا؟ رای حضرت امام ابو حنیفه همه تفسیر حدیث بود، از پیش خود چیز را نگفته. گفت دقت را که حضرت امام ابو حنیفه در معانی حدیث داشت در روی زمین در جهان کسی نداشت. گفت اگر خداوند به من اعانت و کمک نمیکرد به صحبت امام ابو حنیفه و به برکات درسش و فهمش، کنتو کسایر الناس، مثل دیگه مردم یک انسان عادی می بودم من. و امروز که مرا مردم امیر المؤمنین میگه به برکت علم و به برکت تقوا و به برکت زراکت و عقل حضرت امام میگه. و در روایت دیگری میگه اگر حضرت امام ابو حنیفه و اول استادش هم سفیان ثوری رحمت الله علیه بود و امام ثوری و ابو حنیفه استادای من نمی بود، لکنت بدعیا، من از جمله اهل بدعت می بودم مثل خوارج. ببینید دوستان عزیزم، اونمون وارثه که سفسطی در همین صفحات همینطور انتقادا رو سری حضرت امام صاحب کرده، یک تعداد این بچه های ناخوان را فریب میدن دیگه. ولی خب به نزد اهل علم مسئله طوری دیگر است. معاندینی که سری حضرت امام صاحب گپا را میگفتن وقتش تیر شده، حالی او گپ باقی نمانده که کسی مثال از کم فهمی و از بی علمیش حالی بویه که در کنز این طور گفته و ای در حدیث این طور است. تو نه کنز میفهمیم نه حدیث را میفهمی. اول شاگردی مدارس کنز را بکن، مختصر و قدره را بخوان، بعد از او باز برو تو به اصطلاح اطرافی ها به سیوچای بالا دست بزن، باز از آدرس حدیث گپ بزن. تو فهم حدیث زمین و آسمان فرق است. فهمیدن حدیث سر امام مالک، سر امام شافعی، سر امام احمد حنبل، سر او مردم ها سنگینی میکرد مثل کوری. تو میری از احادیث فتوا میدی. 600,000 حدیث را کس یاد داشته باشه و فتوا بده. یکی یک دو سه چهار حدیث شریف را از یگان جای دزدی کرده و گرفته و تعویلش را نمیفهمه، تفسیرش را نمیفهمه، تطبیق را نمیفهمه، اصول حدیث شناسی را نداره. یک 4 روز از فیسبوک از گوگل یگان چیز را پیدا کرده و فکر میکنه که من معلم هستم. جاهل بی عقل. اینجا دو سه حدیث را آوردن، در همون مثال گفتن که نبی علیه السلام میگه ثمن کلب حرام است. و در حدیث حضرت عبدالله بن عباس میگه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پس میارن همین حدیث را درست. ما هم دیگه این حدیث را از فیلتر حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه 10 بار این حدیث تیر شده. خب و در جای دیگری که نبی علیه السلام یک کسی سگش را کسی کشته بود، سرش تاوان آورده، او حدیث را چرا پیدا نمیکنی؟ تاوان در سر چیزی میگه که او مثال چی باشه قابل انتفاع باشه. تو یک دفعه او کتابا رو هنوز نرسیده. منهاج شرح صحیح المسلم از علامه حافظ مجتهد وقتش امام نووی، او رسل کن جلد 11 صفحه 3 را. و بیخی یک کتاب آسان را برات میگم که شاید او را از گوگل هم پیدا بتانی، به نام زاد المعاد از ابن قیم الجوزیه. شاید به او کمک ارادم داشته باشی، او رو پیدا که بگو. جلد 5 صفحه 762.
که او حدیث ها از خود تعویل داره. ای که نبی علیه الصلاة والسلام میگه که ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه، او تعویل داره، تعویلش تو نمیدانی. میگه ابن قیم لیس معناه ان كل ما حرم الله تعالی يحرم بيعه وشراؤه والانتفاع به عموما، يحمل هذا الحديث على الشيء الذي لم يبيح في شریعه الانتفاع به. کدام شیئی که منفعت گیری از او امکان نباشه او خرید و فروشش ناجایز است. از سگ خو مردم انتفاع میگیره. الا کلب الماشیه والحراسه والزراعه، حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم است. نبی علیه السلام گفت سگ ها را بکشین، از او نفع نگیرین. خب پس استثناء کرد، گفت مگر سگی که برای زراعت باشه، برای حفاظت زراعت باشه، برای حفاظت باغ و باستان باشه، برای حفاظت رمه باشه، برای حفاظت خانه تان باشه. و دیگری که به قرآن مراجعه کن. خداوند چی میفرماید؟ و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سریع الحساب. ببینین سوره مائده آیه 4 از اینجا شروع کنه. خداوند میفرماید از اون سگهای شما که استفاده میکنین در شکار، اگر برای شما نگاه کرد شکار را بخورین، شکارش را بگیرین. سگ شکاری نگاه کنین، گرگ شکاری نگاه کنین، شیر شکاری نگاه کنین، خرید و فروش کنین. در تشریح نمین آیت بخوان تفسیر قرطبی را چی میفرماید؟ آنچه که خداوند در این قرآن عظیمشان ذکر کرد و لفظ مکلبین گفته و هو ینتظم الکلب و سایر جوارح الطیر، شامل سگ هم شد و از مثال درنده های مرغ ها هم شد. پس این واجب میکند چی را؟ یوجب اباحت سایر وجوه الانتفاعی. وقت شکار کردنش برای جواز داده، پس واجب میکند این اباحت سایر وجوه انتفاع، خرید فروش. فدل على جواز بیع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع الا ما خصه الدلیل وهو الاكل من الجوارح. در جایی که مثال دلیل خاص میکنه که از گوشش نخورن او جدا مسئله. تفسیر قرطبی نمیجه ببین. پس به صراحت از اینجا چی را دانسته شد؟ موجب اباحت سایر وجوه انتفاع شد که به جواز بیع سگ و دیگر مثال حیوانات درنده ای که برای شکار میگیرین انتفاع با او و تمام وجوه مثال ثابت شد بریتان. علامه ابن الحمام مجتهد بزرگی مذهب حنفی مشهور کتاب داره به نام فتح القدیر علی الهدایه، جلد ششم، جایز است بیع سرقین، بیع عظام میت، عصبها، صوفها و قرنها و شعرها و برها و الانتفاع بذلك كله. این در تشریح میجا ببینین. پس جایز شد بیع عظم و انتفاع با اون. خب و همچنین فکان کلکلب یجوز الانتفاع به، این به منزله سگ شد، چون که از سگ شما انتفاع میگیرین. در کجایی که ممانعت آمده اونجا نبی علیه السلام امر به قتل کلاب کرده بود که سگها را بکشین. خب محمل حدیث را باید بفهمی بعد از فتوا بتیاخین. در بین احادیث تطبیقش او کار هر لیته و لعله نیست. باز سفسطه گویی میکنه، میگه امام شما اینطور میگه و حدیث اینطور میگه. به عقل اگر تو انسان باشی اینطور باید بگویی که بله در حدیث اینطور آمده، ولی بعضی ائمه ای که اینطور میگه شاید مثال ماخذ اونها احادیث دیگری باشه که من علم ندارم. اگر عقل انسانی داشته باشی باید اینطور بگی. امام شما اینطور میگه. خب ببینید جلد ششم فتح القدیر صفحه 392 و همچنین امام قرطبی را ببینید تفسیرش را در تشریح آیه و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. اینجا ببین. بیاین زاد المعاد ابن قیم جوزیه را ببینید جلد 5 صفحه 762 چی میگه؟ بدلیل اجماعهم على بیع الحر والسباع والفهود المتخذه للصید والحمور الاهلیه. اجماع مسلمانان است که نگاه کنن پشک را، درنده ها را، شیر را، پلنگ را، سگ را، برای که مثال انتفاع میگیرن از او، خانه را نگاه میکنن، شکار میکنن، جایز است از او استفاده شود. علامه ابن عبدالبر در تمهید شرح موطا امام مالک رحمت الله علیه جلد 9 صفحه 46 عین من چیز را نوشته میکنه. خب علامه نووی حجت الاسلام امام نووی جلد 11 صفحه 3
و همچنین ابن رجب حنبلی از جمله شاگردای ابن تیمیه جامع العلوم و الحکم جلد دوم صفحه 447 میگه اجماع مسلمانان است به یکی سگ را شما به خاطر منفعتگیریتان استفاده کرده میتونین، خرید و فروش کرده میتونین. چنانچه که امام طبرانی حدیث روایت داره کسی سگ کسی را کشت، نبی علیه الصلاة والسلام به یک روایت 40 به یک روایت 30 دینار سرش تاوان آورد که او تاوان یک خوب گو برزه گو در امو وقت بود. پس وقتی که مثال یک شی قابل انتفاع نباشه، خرید و فروش جوان نباشه، چرا مثال در اونجا تاوان سرش میاره؟ در اینجا عقل کار است. هر کس اعتراض کرده میتونه، ولی اعتراض را به شکل اعتراضش به شکل انسانی اگر بکنه تا ای که مردم استفاده بکنن از اون مثال وضاحت درست، و ای که تعصبات باشه، تعصبات کور باشه، بگه که امام شما خرید و فروش سگ را جواز داده و حال این که نبی علیه السلام جواز نداده. بگو امام ما تفسیر از کدام حدیثی کرده، اول تو برو در مکتب اون حدیث و حدیث را پیدا کن و بعد از باز اعتراض کن سر حضرت امام صاحب. شما صحتمند باش. و دیگه مثال در امون صوتیشان شما پیدا بکنید بسیار سفسطه‌گویی کردگی است. سر هر کدامشان دانه دانه، مثل که سر ویتر اعتراض کرده بود که نبی علیه السلام یک رکعت نماز ویتر میخونه، خب امام شما 3 رکعت گرفتگی است. خب این قدر بیعقل که امام صاحب 3 رکعت ویتر میگه، خب 21 نفر صحابه رو روایت کردگی است. خب بیعقل چرا تو نمیگی که دلیل امام شما روایت فلان فلان صحابی است؟ اینطور باید گفته شود. سر هر کدامش دانه دانه ردهایش را داریم. الحمدلله که از تمام صفحات کتاب اینطور غنیتان بسازم که خودتان بفهمن. بخیر باش.